شرف مدیا تقدیم میکند. نه، این دروغ است. راست. من 18 سال باز با همین حقیقت زندگی میکنم. یگان کس گپ زند. آخر این دروغ است. بلا زند شما رو، همه‌تون رو. اصلا شما را زند. چرا با ما این طور رفتار میکنید؟ تو اول به خودت نگاه کن. مثل مار بین پدر و مادرم در آمدی. ما چند سال باز از برای شما عذاب کشیدیم، میدونید؟ شما مار هستید. ادامت را گیر. بارون بس کن. خب کن، تو کیستی کی؟ اینجا بیا کی بودنم را نشان میدیم. بارون بس هست. حقا شما گویید. آیا این راست است؟ تا حال میپرسد. گیر بین. گیر. در اینجا چی نوشته شده است؟ نام پدرم مراد، نام مادرم نظرین. بارون تو دیگر دخالت بارون. نکن. مادر جان خوب هستید؟ مراد چرا این طور کردید؟ ما ندمک. تا حال فکری خود را میکند. بارون مادر. او زنی پدری تو است. زنی اصلی پدرم در اینجاست. او اویله ما را ویران کرده، خود اویله برپا کرده است. بارون درست گپ زن. به عقل. پدرم با مادرم 18 سال باز رسمی اویله دارند. زنی اولی مراد من هستم. با توی دبدبناک من به این خانه در آمدم. تا با بین مادر آمدنی تو من خوشبخت بودم. مادرم از شما خبر نداشتم، فهمیدید؟ با پدرم یکدیگرشون رو دوست می‌داشتن. دوست می‌داشتن. حاضر دهانت را میشکنم. بس هست. ای بس گناه هست. شما چرا متحد شده نمیتوانید؟ همه شما جان و جگری مراد هستید. مادر جان، مادر جان با خود بیاید، التماس. مادر جان چشمانتان رو کشید. ابرو گلی. مادر جان زنده هم بلا، مرده هم بلا. احوال این زن رو نمیبینی؟ تو بلا هستی ابله. گم شو از پیشم. حاضر میزنم. با فکرم تو مشت نخورده ای. زن بد نبینیم. زن اگر زور باشی قسم میخورم که چشمانت گم را شو خنده از نظرم. میگیرم. باز یکم فلاکت روی ندید. بس ادا آرام شو. گیرید دستانتان رو. همتون یک خو هستید. مادر جان، با خود آمد گلی شهری. هیچ چیز نشده است. از پس کارتان شوید. ابرو کارت را دیدی؟ پسندت آمد؟ مرد عقل. شرابه دختری بدجهل را از اتوبوس فرآوردم. بگذار استانبول میرفت مادرش باشد از پسش. نقص نشد. مادر جان اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدانم همش دخترم. گناهی تو از کندل. تو چی ها میگویی پسری خاله؟ اکنون اکم با اکای فیره جنگ دارند. کاردار نشو چی کاری کند کردن گیرد. تو داروی مرا بیار. فشار خونم بلند شد. مادر جان. کاری نکردهت نماند. نسرین رو هم به بین در آوردی.
حیف آدمگری و رئیسی تو چه میگویی حیوان؟ لعنتی، من تو رو میکشم، به نام خدا تو رو میکشم. با مقابلی من میبرایی. مقابلی تو میبرایم، مقابلی تو میبرایم. چی میگویی؟ زورت فقط به آنها میرسد. دیدی دختر خاله؟ آروم شو بده. اکا بوده است، توف با اکاگری و خشاوندیت گم شو از نظرم. آروم شو بده. از برای خدا من غلامی تو نیستم، اینجا خانه خاله‌ام است. کی که خواهم نیایم. قسم میخورم که میکشم حیوان. من تو رو میکشم. آروم شو بده التماس اکا. سرده مرا، سرده. زندان را یاد کرده؟ حالا ایست، گشت روانت میکنم. ایستا. بلا زنت تو را میکشمت. در پایان قیامت شده ایستاده است، خبر ندارید؟ آسیم بچه جان، من هم گریه میکنم. مادرت رو غمگین نکن. با آسیم چی شد؟ دلش با آنها سوخت. کاش که یگان تای ما چنین دلی بزرگ می داشتیم. جناب کندل با اکای فیرت جنگ کردند. نسرین خانم باشد در بین موند. میبینیم باز چی می شود. تماما عجیب. هر دویشان یک نمود شدت دارند. باز در یک روز کردند. ای کدام سر پنهان مانده است؟ البته یگان روز فاش می شود. تو چی ها میگویی؟ مگر خرسند شدی؟ به فکری من نقص شد. همتان او را بازی می داروندید. تو چی ها میگویی؟ کی با او چی کار کرده است؟ اپای امینه، از روی وجدان به من بگویید. اگر با شما هم چنین رفتار میکردند خوب میشد. بگذار کنداش داشتنتان را پنهان کنند. ولی رفتاری آنها خوب نبود. من آنها را دوست میدارم. بینید، آسیم از همه زیادتر وجدانی پاک دارد. بچه جانم. مادر جان، یگان چیز گوید. داد زنید، جنگ کنید، ولی یگان چیز گوید. التماس به خدایت مادر جان. مایا رویشون سب سفید شد. با اینجا خوبونه. بیایید مادر جان، بیایید. با شما یگان چیز لازم؟ باز شرم نکردن میپرسید ها؟ من تو چی؟ من خاله شما هستم میگفته. دیدید ما را؟ دیدید احوالی ما را؟ اکنون خرسند شدید؟ فکر میکردم که همیشه مثل پیشتر از زندگی میکنم، ولی حاضر چنان مشکل است که خود را مثل ماهی حس میکنم که از اکواریوم گرفته به بحر سر داده باشند. همه وقت ما رو دستگیری میکنید، حتی روی خاطر ما مقابل عائلتان برآمدید. کاری او را بینه، باز پسری خاله هم است. با جای پشت مرا گیرد، مقابل من میبراید. اکا آخر او یکون گپی بد نگفته است که آروم شوید، از او نرنجید. نسرین، او را حمایه نکن. راست میگویند مادر، تقویم کاری درست نکردند. البته بارون، من امکم را مثل پدر قبول کردم. کسی مقابل او باشد مقابل من هم هست. انا فرزندانه این طور می شود. شیر بچه من، بچم. نسرین، اکنون دلت آرام شد؟
کندوش بودنت را گفته آرام شدی؟ دونند амак онҳо ҳам донанд чаро сари модари ман дар назди ӯ хам бошад ака кори шудагӣ шуд بسیار خوب عاقبتش بخیر شود оқибаташ чӣ мешавад ба фикрам дигар дар ин ҷо истода наметавонам акнун гум шуда мераванд борон ҳақ аст чаро то имрӯз кундош будани онҳоро пинҳон кардид با این عقل تو نمیرسد فهمیدی زنک رو خوراک تیار کن شکمم را سر کنم رو ақли маро шумо ҳоло мебинед падарҷон чӣ шуд чаро баргаштед фарзандҳоямро набусидам субҳ бахайр падарҷон субҳ бахайр субҳ бахайр магар бегоҳ бармегардам накуфтед бо фарзандонам хайр хуш карда натавонистам модарҷон илтимос ягон чиз гӯе бояд ягон духтурро даъват кунӣ ту рафта ба қадри хонум хабар де ман метарсам модарҷон аз ҳуҷра бароед ту медонистӣ чаро нагуфтӣ ман гуфтан мехостам ту аз куҷо фаҳмидӣ ба ту кӣ гуфт ҳеҷ кас нагуфт он рӯзе ки харгӯшро гум карда будем ба ҳуҷраи насрин хонум даромада дидам чиро чиро дидӣ расми тӯи падарам ва насринро модарҷон ман ба шумо гуфтан мехостам пеш аз шуморо модарҷон илтимос маро бубахшед боз бисёр ғамгин шудани шуморо намехостам аз акай фирад ҳам пурсидам ӯ ҳам ҳамин тавр гуфт ба модарат беамин ҳам мушкил аст гуфт офарин духтар бо модараш маслиҳат накарда бо бегона маслиҳат мекардаст илова бар ин гапи ӯро гӯш мекунад намехостам ки азоб кашад модарҷон баро аз ҳуҷра илтимос баро аз ҳуҷра танҳо будан мехоҳам боз ба ман маслиҳат медиҳӣ магар кори ту дуруст аст ҳардуаш магар баробар аст ада ту сари худро ба бало гирифтор кардӣ ман бошам фикри модарамро кардам ту агар ба ҷои ман мешудӣ чӣ мегуфтӣ албатта мегуфтам фавран мегуфтам бале мегуфтӣ модарам боз бадтар шаванд гуфта эй биёмон ту ҳатто аз ман пинҳон ман кардӣ рӯи хотири он хомӯш истодам ки як рӯз меравем ҳамаш ин ҷо мемонад хаб карда ҳеҷ чизро дигар карда наметавонӣ мая ин аҳволро бин девона мешавам тамоми ҳаёти мо дурӯғ будааст ин тавр нагӯй мо як оилаи хушбахт будем худро фиреб наде падарамон ҳамаи моро фиреб карданд мо бошем бовар кардем илтимос дод нагӯй рӯзгар мешунавад дидед афташон чӣ тавр дигар шуд тамоман дигар дунё акнун ӯ ҳам азоб кашад модарҷон чаро хап ҳастед
مگر این خوب نشد؟ اکنون شما پس نمی‌آیید. برو پسرم، اگر مرا دوست داری با اون زن گپ نزن. اگر به تو سوال دیاد هم جواب نده. با او چی هم گپ میزنم مادر جان؟ شما باشید از این پس سرتان رو خم نمیکنید مالش؟ بعد امروز پگاه آنها میروند. دیگر در اینجا ایستاده نمیتوانند. تو فقط با مادرم بودی. من باشم با پدرم. اکنون من کی بودنی او را نمیدونم. تو فکر داری من غضبی نیستم؟ محلش اون کسی خطا کرده ولی اون کس پدر ما هست. خطا کرده است؟ با قانون رعایت نمیکنی به صدمه دچار میشوی. این خطا است. ولی پدرم سالهای دراز دو زن داشته است. علاوه بر این از هر دویشان فرزند دارند. این خطا نیست، این یک پستیگری است. چیزی که خواهی بگوی ولی پدرم را حقارت نکن. میکنم چون که به این حق دارم. تو میدانی که من چقدر گریه کردم. تو چون خودپرست هستی که گویا همه برای تو باید زندگی کنند. مادرم رو هم فکر بکن. این گناهی مادرم است. باوریم نمی آید کی بودنی پدرم رو تفتیش میکردند. با اینجا یک بار هم نمی اومدند. تو به خودت نگر. تو خودت آدم رو نشناخته از او حامله دار شدی. دلم پریشان است. در боло چی کار کرده ایستاده باشند؟ کی میشد؟ البته ینگای ابرو. نسرین خانم آرام شدند. برای او مشکل شد. مادر جان قربانی شما شوم. غمگین نشوید وگرنه بیمار میشوید. چیکار کنم؟ به احوالمان نگر. در یک شب 10 سال پیر شدم. رفته خبر گیرید. یگان احتیاج داشته باشند یاری دهید. خوراک هم نخوردند. من پرسیدم مادر جان. دخترها چنان دغلی کردند که از آنها نرنجید. ها مادر جان، اکام و نسرین شما را در مهمانخانه انتظارند. رفته خبر گیرید. احوالشان وزنین است. مادرم روزگار امشب با من ایستاد گفتند گویید. انا مجلس عالی در боло جمع می شود. مگر بی نسرین می شود؟ ما در اینجا کی هستیم؟ ینگای اوزلم، شما اپای نسرین را چپ گرفته اید؟ نه، چرا چپ گیرم؟ مایلش من رفته ابرو ینگا رو خبر گیرم. روزگار رو هم شاید با من گپ زند. چی طوری که نباشد هر دوی ما بیگانه هستیم. یک دیگر رو میفهمیم. با او چی شده است که چند روز باز همین طور است؟ نش زده میگردد. اهمیت نده. او همین خیلی آدم است. شما چی طور این کارو کردید مراد؟ مادر جون، میدونید که سیر رو پنهان کردن چی طور مشکل بود. شد دخترم، این مسئله من است، از آن شما نه. پدرم همه ما رو فریب کردن. از او رنجیدم. شد مایه جان، این طور گفته یک دیگر رو خور نکنیم. تو دختری با عقل هستی. رو با دادرت مشغول شو. شما به من گپ نزده به خودتان نگرید. قریب سر را آشکار میکردید. من مادری خودش داد که زد صبر کرده نتوانستم. کی؟ مادری او منم. او فقط تولد کرد. من او رو با وای رسوندم. مادری او من هستم. دختری خاله شد آرام باش.
تاثیر رو پنهان می‌دارم ولی وجدانم دیگر نمی‌بردارد. شاید ما نادرست کردیم. اکا ما درباره وجدان صحبت نداریم. مراد برای طرز زیستی خود، برای پرتافته رفتن عائله‌اش خودش راضی شد. مادر جان اگر از دهانتان برآید دانید که من مردم. شد هیچ گفتنی نیستم. شد. این موضوع از اینجا نمیبراید، فهمیدید؟ با من وای پدری شما نگویید، او یک فریبگر بوده است. کسی که دروغ گوید خود را فریب میکند. با اون فریب پدرتان زیست. ما چی طوری که زیستیم حس کردیم حقیقت بود. پسر جانه که من بیدار شده است. ینگا خوب هستید؟ این گردن بند رو دیده دانسته گفتی؟ بله. چی؟ یعنی همش کاری تو بود؟ به نسرین هم تو پوشاندی؟ کاری بد کردم. هیچ کس به شما هیچ چیز نمی گفت. با شما چرا این طور رفتار میکنم نمیفهمم. حالا هم نفهمیدیم. ینگا من دشمن نه دوست هستم. نخواستم که دیگر شما رو فریب کنند. اگر از یگان کسی بیگانه میفهمیدید بهتر میشد. بیرون برای تنها موندن میخواهم. مادرم روزگار را خواستند. احوال آنها امروز بد است، با من ایستاد گفتند. من به روزگار نگاه میکنم مادر جان. اقلا روزگار امشب آرام خوب رود. تو همراه ینگای اوزلم به نزد مادر کلونت رو مایلش تو سهر. دخترها برای تنها موندن میخواهم. مادر جان من خواب میروم. خیر، خوابی خوش. این حرامی اینجا چیکار میکند؟ مادرم گفتم. نزنید. گندار تو چی کار کرده ایستاده ای؟ کاری این مار بچه را بینید؟ با سخنهایت اهمیت او پسری دادره. با کودک دست برداشتن شرم نمی کنی؟ توف با تو. عذابتان را خودتان کشید. نترس بچم نترس. بیا به حجره‌مان رویم. این حالا روزهای نیک است مادر جان. همش حالا در پیش است. هیچ تمام نمی شود. باز با ما چی روی داده می تواند؟ وای لعنتی کندل مرا نمیافت. حاضر من در استانبول می بودم. بس اسده، فقط تو عذاب کشیده ایستاده ای. بسیار غمگینم مایا. بعد از مرگ پدرم فقط امید داشتم که یک روز برمیگردند. من هم از دنیا گذشتند، ولی برای من امشب گذشتند. اگر برمیگشتند بر رویشان نگاه هم نمی کردم. بسیار غمگینم ولی نفرت ندارم. برای من دیگر نیستند. اکنون چی کار میکنیم؟ من اکنون زندگی کردن نمیخواهم. التماس این طرف نگوی. تو تنها نیستی. برای انسان خواهر داشتن چه طور مهم بوده است. مادرم را فکر کن. غیر از ما هیچ کس ندارند. بله، مادرم وقتی پدرشان در صدمه جان دادند دل شکسته شدند. پدرم من هستم گفته بودند هیچ وقت تنها نمیمونی. تمامی حیات به ما دروغ گفتند. از همه بسیار میدانی به چی غضبین هستم. ما فرزندانی نخستینی آن کس نیستیم. از وی زنک فرزند داشتند.
از 4 فرزند بودن خود خبر نداشتیم. او اکای ما نیست و هرگز نخواهد شد. کی میگوید که من و تو هم خون هستیم؟ بله همش رو میدونم. چرا ما رو دوست نمیداری؟ چرا نمیخوایی ما اینجا استیم؟ من هم تو رو دوست نمیدارم ولی چرا دشمنی میکنی؟ نمیخواهم. اویشا چرا از من رنجیده ای؟ چرا در فابریکه از من غضبی شدید؟ من چیکار کردم؟ با جای کاری اپام رفتن گناه بوده است. تو رفته اون رو به جنوب کندل بگو. در وقتی که اومد و رفت رو دوست نمیدارند. میدونی برای این چند کس رو جنگ کردند. من فقط برای پول اومدم. 2 دقیقه رو میگرفتم. از پیش کردن هم بدتر کردید. اوه اویشا چی میخوایی که مرا از کار رانند؟ حالا 1 ماه نشد از کار کردنی مرا. فقط دقت آنها رو جلب کردن نخواستم. مرا ببخش. عذر اپا، من فکر نکردم. تو بابای بچه با برون گم نمیزنی ها؟ اپا برون هم صنفی من است. چطور گپ نزنم؟ یعنی فقط صبح بخیر، چطور هستی و غیره. این رو هم نگوی. آوازه بیهوده رو پهم نکن. با آبروی به مکتب رفته بیو. اپا این با آبرو چه علاقه‌مندی دارد؟ تو فقط به درس هایت مشغول شو اویشه. فهمو؟ از حد گذروندید. نه خواهرم، من وی رو دوست نمیدارم. پدرت رو سخت یاد میکنی ها؟ من هم. فقط فکر نکن که شما را ترک کرده است. بعضا یک چیز روی میدهد که ما نمیخواهیم. مجبور میشود که رود. ولی عشق به هیچ کجا نمی رود. در اینجاست. انسان اگر از یاد برایت میمورد، دوست ندارند میمورند. ما پدرت را هیچ وقت از یاد نمیبراریم ها؟ در 1 ماه 1 بار رویش را میدیدم. در باره شما نقل نمیکرد. ولی دل مادر خوشبخت بودن پسرش را میفهمد. میفهمی؟ مراد خوشبخت بود. بعد شما آمدی. چرا شما را اینقدر دوست داشتنش را فهمیدم. اوه نسل مرادم، تو اگر نمی بودی به این در طاقت کرده نمی توانستم. همه یک جای در اینجا زندگی بکنیم. به هیچ جا من را پرتافته نرو میلش. من به بچم بسیار چیز میخرم. من تو را به همه جا میبرم. سیر و گشت میکنیم. یک توی سنتی برپا میکنم.
ҷаноби мурод, оилаи шумо дар он ҷо, фабрикаи шумо ҳам медонам ки зуд ба он ҷо меравед. чаро абру хонумро намебаред? фурсат набуд. دوستت می‌دارم. من هم شما رو دوست می‌دارم. تو دختری خالای شوهری من هستی؟ این رو با تو کی گفت؟ مراد گفت. باز خیش شما نباشد؟ نمیشناسم. میبخشی ضرر ندیدی؟ بخیر است ینگا؟ این پسری کی است؟ پسری جناب کندل است؟ شما هیچ کس را نمیشناخته اید ینگا؟ آهسته آهسته میفهمید که پسری کیست. خیر گذارید. سمکه هایتون استاد. امک اکا بارون رو میفهمد. از کجا میشنود؟ چه خیل میفهمد؟ با شوهر شما شناس نشدیم. در اینجا نیستند. من یگون چیزی نادرست گفتم. او هم شوهرش را گم کرده است. من هم میروم. هیچ کس نمیرود. من حل میکنم. شما این را قرار داده نمیتوانید. من زن مراد هستم. اکا من هم میروم. من فکر میکردم که شما من را میفهمید. شما هم مثل من شوهرتان را گم کرده اید. شما برای فرزندتان زندگی دارید. بین من و تو هیچ چیز بوده نمیتواند. فهمیدی؟ با مادرم درست گپ زن. میدونی که او کیست؟ باران با تو سوال دادم. جواب نمیدی. دشمنی شوهری من بودی. با تو یگان چیز کرده است. مراد با من خودشان سپارش داده بودند. حتی خودشان کشیده بودند. در ایدی زنان توفه کردند. مادر جان حقیقت رو گویید. شوهرشان توفه کردند. فهمیدید؟ توفه شوهرشان است. اکنون در حیات ما برای شما جا نیست مراد. شما را هیچ وقت نمی بخشم. ای خدای بخشنده،
برای سری پنهان کردم مرا ببخش. گپی شوهرم و پسرم را گرفتم. اکنون چی کاری که نکنم یک کس ضرر میبیند. عصابی وجدانم را میدونی. به من راه راست را نشانده. به خاطر این کودک بیگناه مرا ببخش. به عائله هم آرامی عطا بکن. آمین. بخیر شود. از دین نه چشمم پریده ایستاده است. توا بخیر شود ینگای آمینه. ابروی ینگا که به پایان فراین میبینیم چی میشود. از دین شب آوازشان بر آمده است. قوه برق را هم در نگیراندند. شاید خوب باشد. دین شب احوالشان بد بود. اکنون چی کار میکرده باشند؟ میروند. به فکرم میروند ملیکه. اگر یگان قطره غرور داشته باشند میروند. من رفتم مادر جان. مایلش پسرم. بارون پسرم، بارون تو به درس هایت دقت ده. این واقعه ها رو فراموش کن مایلش. صبح بخیر ابروی ینگا. بیایید صبحانه کنید. روزگار در کجا؟ با مادرم بود. شاید حالا بیدار نشده باشد. شب در بیرون بودند. درست گپ زد ملیکه. شبانه در کوچه چیکار میکنن؟ به نزد اکای فیرت نرفته باشد. در کوچه نمیشیند کو. اگر رفته باشد من میدونم چقدر جزا دهم. نسرین باز چی شد؟ با مادرم خبر نداده تیاری دیدن تو درست است ادا؟ سفسطه نگو. دیگر در اینجا زیسته می شود. من رفتم مادرم رو بیدار میکنم. مادر جان می رویم ها؟ ما تیار می توانیم حاضر برایم. حالا نه. چرا نه؟ با فکرم در اینجا زیستن نمی خواهید. عدا کمی آرام شو. من یک فکر کنم. چی جای فکر است مادر جان؟ همش انیق است. بیایید اکنون رویم. با کجا می رویم عدا؟ بگو. من حرکت یگان راهش رو یافتن دارم. اوه اگر مادرم رو انتظار شویم حالا در اینجا بسیار میمونیم. بعضا با تو زیستن چنان مشکل است که تو آمینه اوزلم کسی که باشند ابرو هم همان است. مثل باران وی بچه ها هم نبیره های من هستند. بدون که روزگار رو من به جای مراد قبول کردم. شما چطور میتوانید او رو با من برابر کنید؟ من جیانتون میشوم. او باشد به شما بیگانه. کاش که اینطور نمیگفتید مادر جان. به این هم عصبی است. مادرم یگان چیزی نادرست نگفتند. اگر نسرین رو طرفداری میکردن نادرست میشد. به همین هم طرفداری کرده به بالای سرشان شنوندن. نسرین کجاست؟ من فریاد میکنم. مادرم خشمگین شدند. به نزد دسترخوان بیاید از حد نگذراند گفتند. در حقیقت همین طور گفتند. بله، نازش رو برداشتیم از حد گذرانده ایستاده است گفتند.
تو هم درست گفتی. او هم کلین است، ولی مگر با تو برابر شده میتواند؟ به فکرم باز قهرش را نآوردن نزد دسترخوان فرو. تو میدانستی ها؟ چی رو؟ تو دیده و دانسته اون گردن بند را دادی که آویزم. تو این رو از کجا گرفتی؟ من از کجا میدونستم که او هم دارد؟ با شما برابر دیدم. کی فکر میکرد که مراد به هر یک زنش یک خیل شدت توفه میکرده است؟ دوگانه به این اهمیت نده. به ابرو از تو قیمت تر توفه نکرده است. هر دویتان را برابر دانسته است. ادا با تو چی شد؟ همش گناهی حامله‌داری من است. مایا، من را باید نجات دهی. شاید از روی عصب باشد. بسیار عصبی شدی. برای تو چیکار کنم؟ التماس یگان چیز بگوی. تو کی هستی؟ خب روید. تلفنم رو میجویم. در اینجا نبوده است. باران؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ نامی مرا به زبان نگیر. بچه هایت را گرفته از حلفیت دفع شده میروی. دیگر قدم هم نمیمونی. فهمیدی مرا؟ алло, Айлин, салом. бале, ман. хуб, бачаҳоам хуб, ташаккур. мо дар ҳалфед. мо бо як кор омадем. заминро фурӯхтанӣ шудем, вале фурӯхта натавонистем. Айлин, аз ту як хоҳиш дорам. мо бояд ба Истанбул биёем, вале каме бо ту майлаш, Айлин, майлаш. бисёр меистодем барори кор. он бачаро дӯст намедорам. гап намезанӣ, гуфтам, гап намезанӣ. ман беҳтар мефаҳмам. субҳ бахайр. тарсидӣ? не, як бора пайдо шудӣ. ту чаро дина гурехта рафтӣ бад? гуфтам ку кор дорам. яъне аз ман наранҷидӣ, а? не, чаро аз ту ранҷам? аз куҷо донам? ту зуд дар мегирӣ. ман зуд дар мегирам. бале, чизе ки гӯям гунаҳгор мешавам. ту дар ҳаётат аз ҳама одами оромро дар назди худа дида истодаӣ. хайр, инро мон. чӣ навигариҳо? имрӯз ба дарс намедароям, навбат дорам. ҳамин тавр. хайр, ҳозир чӣ хонда истодаӣ? ба фикрат чӣ мехонам ҳозир? хориҷӣ аст ё ин ки маҳаллӣ? маҳаллӣ. шуд. нависанда зан аст ё мард? албатта мард. албатта мард? аз занҳо нависандаи хуб намебарояд, ҷаноби Борон? ана дидӣ, барои ҳамин гуфтам. ту зуд дар мегирӣ, духтар. ба ман духтар пухтар нагӯй. боз чӣ кардам? ду бор шуд. боз дар мегирӣ. боз дар мегирам? من رفتم. نصف روزی می آیم. با آقای گل شهری یک صحبت کنم. راه پولی نداشته باشد از کیسه هم دیم شب نشده رود. барори корака то боздид. تشکر نسرین، تشکر.
با شما اشتهایی تام. صبح بخیر. صبح بخیر پسرم، بیا صبحانه میخوریم. تشکر خاله، من گرسنه نیستم. با نسرین گپ زدنیم. ба худо баъди омадани янгаи абру ин дигар шуд, рафторашам дигар шуд. мо пеш чӣ тавр зиндагӣ мекардем? гапҳои беҳуда нагӯй. модарҷон, насрин чизе ки гӯяд ба ӯ ҳеҷ чиз нагӯед. магар шумо нагуфтед ҳама ба ман баробар аст? ман як рафта рӯзгарро бинам бедор шуда бошад, субҳона кунем. малика ту ширро гарм мекун. майлаш модарҷон. نیمی شب ابرو در خانه من چیکار میکند؟ این گونه فکرها از کجا به سرت میآید؟ نمیدونم اکا سحری بر وقت که از بیرون آمد. نسرین خواهر جان، احوال آن زن خیلی بد است. نه فهمید. تو این طور دروغ را حس نکرده او از بالا به پایان افتاد. بدتر شود. به تو مگر این طور گپ زدن میزیبد؟ رشک چشم تو را کور کرده است، دلت را سیاه کرده است. به زن کاردار نشو. او به همین هم درد دارد، در فکر بچه های خودش است، میفهمی؟ شد اکا شد. مادر جان، میدونیم که تنها بودن میخواهید ولی ما پریشان شدیم. مانده شدم. دم گرفتن میخواهم. مادر جان، با بیرون برآمده میتوانیم ولی دیر کنیم پریشان نشوید. میلش؟ بله مادر جان، کمی به هوای تازه برایم، نفس گیر شدیم. مایلش برایید ولی دور نروید و تلفن رو هم از آنجا گیرید. چیکار میکنی؟ با بیمارخانه زنگ میزنم، وقتش رو انیق کنم. اده التماس بیا نرویم. احوال مادرم رو ندیدی؟ بیا او رو تنها نگذاریم. الو سلام علیکم. با من دکتر لازم است. بچه‌ام تو بیدار شدی؟ بچه جانی من بیا خیز. من با تو تخم میزربانم، شیر گرم میکنم. بچه‌م بیا خیز. گرسنه نموندی؟ شاید گرسنه باشی. اگر نخوری همین طور خورد میمونی. پاموک در کجا؟ با او هم سبزی میدیم. ها؟ گریه نکن بچه‌م، میشود. انوای کندل، همون کندل وقتی که خورد بود فقط تر میکرد. چنان تر میکرد که مثل که سیل آمده باشد هر شب. تو همه وقت خند بچه‌م. مادر کلانت قربانی تو شود. بیا خیز لباست رو عوض کنیم. شیر بچه من، بیا خیز. چی خبرها نوبتدار؟ مانده شدم. بیا مون، نه درس است نه کار. تو همینطور فکر کردن گیر. از سحر باز کار کرده ایستادم. حجت ها رو بیار بر. خوبترش درس میخوندم. ما باشیم با بچه ها فوتبال بازی میکنیم. بسیار خوب. تو خواهر داشته ای، با من چرا نگفتی؟ تو این راز کجا گرفتی؟
ҳуҷҷатҳои навро оварданд. дар он ҷо дидам номи яктааш Ада, дигараш Майя Шенвердӣ. номи падарашон Мурод ки дидам. ман ягон хел хоҳар надорам. ин тавр бошад онҳо ки ҳастанд? ягон хеши ту? онҳо ба ман ҳеҷ кас нестанд, фаҳмидӣ? вай духтарҳо ба ман ҳеҷ касанд. صبح بخیر. سحر بر وقت بیدار شدی روزگار؟ تو چی فکر کردی؟ بچه من مثل آدمانی کلان در وقتش خواب می رود، در وقتش می خیزد. چی طور؟ با بیاد نقص خواب رفتی؟ مادر جان، از کودک ترکی عادت می کردیم ها؟ کودکی خود رو پزمان شده ایم. ولی هیچ کس جای روزگار رو گرفته نمی تواند. اما جانش تو با او یک صبحانه شاهانه تیار کن. میلش مادر جان. من هم بینم چی طور آماده میکنی. صبحانه تیار کرده به حجره من رو. در زمین لباس های روزگار و جای پوش است. شسته آویزان که خشک شود. چی شد که مادر جان؟ بچه تگش را ترک کرده است. این غیر عادی نیست. در این سن و سال ندیدهش نماند. میلش مادر جان، من خشک میکنم. جایگاهی مرا هم خشک بکن. حاضر هیچ کس نیست از دهلیز برار خشک شود، ولی روزگار نبیند غمگین می شود. مایا تو در کجا بودی ها؟ در حجت خانه. بیا زود برایم. ادا التماس باز یک بار فکر بکن. چی جای فکر است؟ درد میکند، نمیفهمی؟ در درون چیزی درد میکند. این مرا باز بدتر میترساند. گوش کن، اگر در اینجا یگان چیز شود شرمنده میشوم. مادرم هم شاید خودکشی کند. سفسطه نگو ادا، تو چی ها میگویی؟ بیا رفتیم. صبح بخیر روزگار. صدف تو رو میپرسد. اکای روزگارم نمیآید میگوید. فیرا، تو با بچه‌ام نگاه کن. من مادرش رو یک خبر گیرم. تو باشد اول صبحانه بکن، بعد به نزد مادرت میروی. میبینم شما دل یکدیگر رو یافته اید. ما با یک نگاه هم دیگر رو میفهمیم. ملیکا، صبحانه بچه‌ام رو بیار. میلش مادر جان. با کجا می روید؟ با شما چی؟ ما با شما حساب می دهیم. با من چطور گپ می زنی؟ من مادر کلون شما هستم. مادر کلون؟ برای من هیچ فرق ندارد. ادا پروا نکنید، امروز یا فردا ما هم می رویم. با شما هم خوب می شود، با ما هم. من به شما چی میگویم؟ مثل زنبور میشوید. وزیر وزیر، زودتر. دهانتان دستتان کار کند، دستتان. خیر، در اینجا چند لیمچه است؟ حساب نکردم جناب. چرا؟ کی حساب میکند؟ من؟ بولند هم وقت حساب میکرد. بولند نیست، روندم. چون این پلیت ها به من لازم نیست. سیبل خانم، از باریکشا گذشتم. یک قهوه تیار کن. مرحمت قدریه خانم. یگان چیز میخوری گفتم. پریشان شدم، خبر گیرم گفتم. بسیار مهربان هستید، تشکر. ابرو، این طور شدنش رو نمیخواستم. همین طور. قدریه خانم، من از شما یک چی پرسیدن میخواستم. شما هم کنداش داشتید؟ خوشبخت بودید. این درد رو حس نکرده اید. این طور باشد چرا پسرهای شما دو زنی دارند؟
عرف عادتهای ما با عرف عادتهای شما مانند نیستند. خدا با شکر که مانند نیست. یک دختر دارید. ملکه رو هم کندشدار میکنید. ولی با او راضی نمیشوید. او رو رنجاندن نمیمونید. ابرو کاری شدگی شد، این رو برگردانیده نمی شود. این برای شما کاری دیرینه نیست. ازلیم رو هم کایها باز کلین کرده اید. دختری جوان رو با آمینه کنداش گرفتید. نسلی که این دل دوام یابد گفتم آسیم رو دیدی؟ این طور باشد نسرین چی گناه داشت؟ چی طوری که دیدم نبیره سالم با شما تولد کرده است. با جای تشکر گفتن به من خوشخواق میکنی. به فکر من ناموسی تو رو حمایه کردم. من خودم حمایه کردم میتوانم. به هیچ کس احتیاج ندارم. همینطور. وای پلی در گردی تو پروانه بود، چرا به من نگفتی؟ چون که اونقدر مهم نبود. شاید به تو معقول باشد. این چی دخل دارد؟ باز به من خوشخواق میکنی. توبه، یک منت داری بیان کن. خدا از شما راضی باشد گو. قدریه خانم، من با شما چیکار کردم؟ میدونید از هیچ چیز خبر نداشتم. تقدیر همین بوده است. تقدیر گفته خلاص نمیشوید. با من صحبت میکردید، همش را نقل کرده میتوانستید ولی نکردید. با مراد گپ زدم. دوست میدارم، به او نمیتوانم گفت. همین طور. شما باشد پسرتان رو فکر کردید. پروای من هم نداشتید. مادام که پسرتان اینقدر مرا دوست می داشت، چرا اجازه دادید که با من این طور رفتار کنند؟ بیا گذشته را فراموش کنیم. این را فراموش کرده نمی شود قدریه خانم. زندگی من چپه و راسته شد. به این نزدیکی با من چیهای رخ نداده بود. چی گناهی داشته باشم التماس گویید. التماس بگویید. من نیتی شما را غمگین کرده نداشتم. ما اکنون از اینجا می رویم. با کجا ابرو؟ دخترم نرو. تو خودت آمده التجا نکردی. جناب مرا از زمین گرفته به فابریکه به کار مانید نگفتی؟ گفتی یگان خانه یافته دید گفتی. چیزی که خواهی میکنم گفتی. ها گفتم. من از تو اجاره پولی گرفتم. نگرفتید. مثل آیلم دستگیری نکردم. کردید. بعد به عوضش جنتون رو آوردید. کمی فداکاری هم کردن لازم که بکی در این زمان بیهوده نان میدید. گوش کن دخترک، با عقل باش. به من زهر نزده دلم را یاب. شما چی گفتن میخواهید؟ خود رو به نادانی نزن. چی گفتن میخواهم فهمیدی. یک میآیم. وقتی که خواهرت در مکتب است کاروبارات رو هم حل میکنم. یعنی چی کم بودی داری بود میکنم. شما مرا کی گمون میکنید جناب؟ من روی خاطر خواهرم مجبور شدم که راضی شوم، اما معشوقه شما نمیشوم. یعنی نمیگویی؟ بله نمیگویم. مایلش اینطور باشد گم شو. عذابت را کش. چه نگاه داری؟ به محاسبات رفته پولت را گیر. پگاه باشد خانه را خالی کن. رو زنی ابله. آیسته. باز کمی نوش. آفرین. بیا دست رویت رو شویم.
خاله ابرو چطور خوب است؟ تماما خوب نیست. احوالش بد است. در اینجا نمی ایستم میروم میگوید. با 3 فرزندش تنها به کجا میرود؟ دل شکسته مرا گوش نمی کند. من هم رفته گپ زنم. وقت داری؟ درآیید. کمی صحبت میکردیم. شما اندک دیر کردید فیرت. میدونم که از من رنجیده ای، ولی اگر تو را کمی شناخته باشم تو هم در جای من میبوده همین طور میکردی. من نمیخواهم که با من بیعقلانه رفتار کنید. هیچ کس با تو مثل بیعقل رفتار نکرده است. آنها فقط با حقیقت روبرو شدن نمیخواستند. شما چرا خاموش بودید فیرت؟ من فکر میکردم که ما دوست هستیم. با شما باور کرده بودم. اگر به تو میگفتم به زخمای خونشاری تو باز نمک میپاشیدم. بعد میروم میگفتی. امروز میرویم. قرارهای زود قبول کرده خوب نیستند. برای رفتن حتی دیر کردیم. اکنون اگر اجازه دهی چیزهایم رو جمع میکنم. مایلش میروی، ولی اول سخنهای مرا گوش بکن التماس. به اینجا یکمین بار آمدنی تو را در یاد دارم. یک زنی ترسیده و بیچاره بودی. سحر بر وقت من تو را در نزد ساحل پیدا کردم. همان وقت فهمیدم چطور مراد را دوست می‌داری. اکنون برای من مراد وجود ندارد. دل و زبان همه وقت یک چیز را میگویند. ابرو بسیار چیز را دیدی. اکنون تو آن زنی پیشتر نیستی. یک زنی ترسیده نیستی. فکر میکنم که از عهده همه چیز میبرایی. تا این درجه نه. با بعضی چیزها زورم نمیرسد. این طور نکن. تسلیم نشو. روی خاطر فرزندایت تسلیم نشو. باوری دارم که موفق میشوی. بس فیرت. دیگر صحبت کردن نمیخوام. میل شب رو بدون که همه وقت در بری تو هستم. چی گفت؟ نه مرا هم گوش نکرد. میروم میگوید. یگان راهش را مییابیم. در استانبول یگان خانه را اجاره میگیریم. اجاره پولیش را هم میدهیم. به فکر من قبول نمی کند. بسیار زنی با غرور. من اکنون میروم. یگان چیز لازم شود زنگ زنید خالم. تا بازدید پسرم. طلاهای شما به خودتون ماند. من فقط حق خودم رو میگیرم. بچه ها را به خانه درار، باز آفتاب نزند. مایلش مادر جان. بیا روزگر. رفتیم اسیم. بالا می رویم.
боз ягон чизе ҳаст ки аз ман пинҳон кардаед. борон, писарам, ту чаро имрӯз ба мактаб нарафтӣ? Ягон чиз шуд ё ин ки бемор ҳастӣ? Не, модарҷон. Зиқ шудам. Ба назди амакам рафтам. имрӯз мактаби ҳаётро давом дод. вайзан бо бачаҳояш дар куҷост? имрӯз дидед? ман хабар гирифтам. абру мегӯяд ки дар инҷо намеистам, меравам. чӣ тавр хабари хуш, бисёр хуб. аз аввал бояд ҳаминро мегуфтем. ман чӣ гуфта будам, модарҷон? дидед? модар? чӣ шуд, духтари хола? мурод занг мезанад. чӣ? чӣ? ҳеҷ мумкин нест. ҷавоб деҳ, духтарам. алло, бо кӣ суҳбат мекунам? духтарам, чаро хомӯш кардӣ? телефони мурод дар дасти ту чӣ кор мекунад? аз полис ба ман инро оварданд. яъне ту телефон кардӣ? бале, охир он рақами зангзадаи мурод сабт нашуда буд. ман бошад ки будани ӯро фаҳмидан хостам. яъне ту будаӣ. чаро ҳайрон шудӣ? фақат телефон карда мепурсиданд. ҳамин тавр тамоми ҳаётам на номи туро шунидам, на чизи навистаатро дидам. падарам, моро нороҳат нашаванд гуфта эҳтиёт мекардам. борон, ту дахолат накун. биё, ба боло мебароем. рафтем кендал. чаро намеҷунбед? хайр, фаҳмидед? кендал, ман ба ту чӣ гуфтам? ба боло. бибиҷон, мон гап зананд. рафтем, роҳ гард. роҳ 1.5 соат давом дорад. боз баргаштан лозим. дар беморхона 1 соат давом диҳад, 4 соат нестем. дигар ягон роҳ ҳаст магар? рост, модарамро танҳо гузоштем. парешон ҳастам. кӣ медонад чӣ ҳол доранд. яъне тамоми нафрат барои ҳамин буд? ту сабаб шудӣ ки солҳои дароз ман забонамро газида мегаштам. бо сабаби ман ҳатто хабар ҳам надоштам. ман бо мурод дар 15 солагиам оила дор шудам. мо ҳамдигарро дӯст дошта хонадор шудем. вале 2 сол пас ту пеши роҳи ӯро гирифтӣ. мисли заҳр ба хуни шавҳарам даромадӣ. ту маро намешунавӣ? намедонам гуфтам. ман чӣ гуноҳ дорам? модарҷон, ҳеҷ чиз намекунед? мон заҳрашонро задан гиранд, вагарна ин ҳеҷ вақт тамом намешавад. ту рӯзгарро бозӣ дорон. боз ба берун набарояд. узлем ту ҳам дарун даро. солҳои дароз ӯ туро ба ин ҷо наовард. чаро кунҷковӣ карда як бор напурсидӣ? оилаам намехоҳанд гуфтанд. ҳеҷ вақт кунҷковӣ карда сабабашро напурсидӣ? охир ту дар Истанбул ба воя расидӣ. беақл будӣ ё ин ки кӯр будӣ? албатта пурсиданд. урфу одат гуфтанд, маданияти дигар гуфтанд. агар ба ту ягон чиз гӯянд, боз наранҷӣ гуфтанд. ӯ ғами туро не, балки ғами маро мехӯрд. ман зиқ нашавам гуфта туро ба ин ҷо намеовард. дар ин ҷо зани ягонаи мурод ман ҳастам. модоме ки туро фикр мекарданд, чаро дар назди ман буданд? 18 солро ҷамъ кунӣ, ҳамагӣ 6 моҳ дар ин ҷо буд. ин гуноҳи ту аст. шавҳарамро кашида гирифтӣ. вақте ки дар он ҷо бо ӯ зиндагӣ мекардӣ, писари ман дар орзуи падар ба воя мерасид. ба канал обуна шавед ва наворҳои навро интизор шавед. агар ба модарам ягон чиз кунад, ин дафъа аниқро мекушам амак. ҳеҷ чиз намекунад бачам. агар ягон чиз шавад ҳам модарат мӯи сари ӯро меканад бачам. мард ба корҳои зан дахолат намекунад. мард бояд боло истад.
من آن زنها را چیکاری خواهند کردن گیرند. بس کن. تو اول خودت رو بدون. من فکر میکردم که او بیزن است، ولی تو همش رو میدونستی، ولی خب کردی، هیچ چیز نگفتی، انتظار شدی. من اگر در جای تو میشدم به این روزی نمیشدم. تو اصلا مراد رو مثل من دوست نمیداشتی. تو چیزو چاره او رو دوست میداشتی. من باشم عمرم رو بخشیدم، حسرتم رو، آب دیدم رو. رفته یک میبینم آمک. ایستا پسرم. ای خدا، تو محبت رو با غرور امیخته کرده ای. اگر به جای من میشدی یک روز هم طاقت نکرده از او جدا میشدی همین طور؟ البته جدا میشدم. عشق زیبا دختران شهری همین است. من باشم به خاطر او به همه چیز راضی بودم. تو این را فهمیده نمیتوانی ابرو. این سفسطه است. در این شرایط فقط یک کس گناهگار است مراد. ما باشه در اینجا ایستاده یک دیگر را خورده ایستاده ایم. انا دیدی تو نفهمیده الله که به شکایت سر کردی. من باشم باری هم شکایت نکردم. این رو فخر کرده گپ نزن. اگر میکردی شاید همش دیگر خل میشد. نکردم چون که یک روز هم از عشق او شبهه نداشتم. چرا حیران شدی؟ روزی نبود که من و بارون رو زنگ زده نپرسیده باشد. من هر دردی مراد رو میدونستم. او همش رو به من نقل میکرد. تو باشی خانه رو از دست دادن پس همش رو فهمیدی، ولی من میدونستم. به من نقل میکرد. او همه دردی دلش رو به من میگفت. شاید با تو مثل یک خیش خود دردی دل میکردند. من غمگین نشوم گفتن نقل نمیکردند. تو چیزی که خواهی فکر بکن، ولی این همش گناهی مراد است. ولی دردی من تنها یک چیز است، میدونی؟ وقتی که من فرزند اولینم رو گم کردم تو با باران حامله بودی. چی یعنی؟ وقتی مادرم با من حامله بودند این زن هم حامله دار بود؟ علاوه بر این پسر از تماشا کردن حلاوت بردید. باز دیگر سیر هست که از من پنهان دارید، بگویید. چخیر سیر؟ همش رو میدونی. تو از اینجا نیستی. به جای آمدگیت رو. زخرتون رو زدید؟ گپ‌های نمیگفتگیتون رو گفتید؟ شد تا اون روزی که در این خانه زندگی میکنید مثل آدم با یک دیگر رفتار کنید. این خانه نه از تو نه از تو، این خانه از من. من در این خانه حضور میخواهم، همین قدر. انا همین رو میگفتم مادر جان. کنداش داشتنش رو فهمید. خدا گوید که رود آزاد نفس کشیم وگرنه بدتر می شود. الو ملکه؟ الو رجب، نفسم گرفته ایستاده است. یگانه راهش را یافته بخوریم. تو خواهی بسنده است جانکم. حاضر میروم، بیا.
من یک دخترها را دیده بیایم، یک خبر گیرم. خدا را شکر، خدا را شکر. خانه چپر راسته شد. شما چیکار میکنید؟ قرآن خواندم، نیت کردم خانه امان تین شود. با خدا چی میشود نمیدونم. اکنون که همش آشکار شد اینها چیکار میکرده باشند؟ باز چیکار میکردند؟ نیت نیک بکن. اون چیزی که من میدونم اگر شما میدونستید. چرا میدونی؟ چرا شنیدی؟ با آسیم قسم خورید که به هیچ کس هیچ چیز نمیگوید. کمی صحبت میکردیم قدری خانم. میمونی؟ تو پروا نکن، من با کندل و نسرین گپ میزنم، دیگر این طور رفتار نمی کنند. نه قدری خانم، قرارم قطعی است. از بحر خودم گذشتم ولی عصبی فرزندانم در اینجا ویران میشم. در اونجا چی طور زندگی میکنی؟ جای ایستادن ندارید. لازم شود خدمتگار میشوم ولی بچه هایم رو نگاه میکنم. از زندگی بیغم پر از فریب زندگی با کمبودی ولی با حقیقت بهتر است. ابرو مرا از روزگار جدا نکن. او به من از مراد یادگار است. التماس. افسوس اما در اینجا ایستاده نمیتوانم. من برای دیگر چیز به نزد شما اومدم. با من اویلا درشوی مراد و نسرین رو نقل میکردید. من حقوق دانستن این رو دارم. باران پسر من هم هست گفت کندل. دروغ میگویی؟ به خدا به گوش خودم شنیدم. جنابی کندل باران را مثل پسری خود دوست میدارد. شاید همین را گفتن میخواستند. گوش کن، این طور دروغ نگو، جزایش را میبینی. مگر من دیوانه هستم؟ چرا دروغ میگفتم؟ یک کلمه گفته باشم خدا مرا جزا دهد. به همین فرزندی در شکم بودم قسم میخورم. اوزلیم، تو این را نگفتی و من نشنیدم. میلش، باران را فراموش میکنیم ولی تا حال اوزلیم و آمینه هیچ چیز را نفهمیدن چی معنا دارد؟ این سخنهای جنابی کندل تا حال هیچ کس هیچ چیز را نفهمیده است. این حتی به فکر کسی هم نمی آید گفتن. تا امروز مرا فریب کردن. اپای آمینه فریب. هر شب در بری جنابی کندل مگر تو خود نمی روی؟ همه وقت در تگی چشمی توست. مگر این ممکن است؟ سوده نباش اپای آمینه. به خرید می روم میگوید، به نزد اکم می روم میگوید. از کجا میدونیم؟ شاید با کندل و میخورد. توبه گو. آنها توبه گویند. آنها گناه میکنند. گوش کنید، هوشیار بودن در کار. این سر را آشکار نکنید. البته یک روز آشکار می شود. ما اگر یگان چیز را گوییم ما را پیش میکنند ولی اگر اثبات کنیم مادرم نسرین را پیش میکنند. مرا به این کار همراه نکن. با من باز بهتر. اپای آمینه میدونستند ولی چشم پوشیدن میگویم. تو با من تهدید میکنی؟ شما رو من تهدید ندارم. نسرین رو. چشمانتون رو کشوید اپای آمینه. یک روز نسرین رو به سرمان کندوش کرده بیارن حیران نشوید. ریزا تو در اینجا چی کار داری؟ جناب وظیفه دادن، پاسبانی دارم. پاسبانی داری؟ چرا؟ کسی را در اینجا دیدم کی باشد گفته کنجکاوی میکنند. چرا کنجکاوی میکنند؟ از کجا دانم دوستم؟ تو در اینجا چی کار داری؟ میدانی مزار اویلای ما در تگ آب مونده است. برای دعا خواندن آمده بودم. خدا قبول کند رجب. تشکر. تو در وقت آمد و رفت یگان کسی بیگانه رو دیدی؟ نه، از کجا میبینم؟ من در یک سال یک دو بار میآیم. علاوه بر این به اینجا هیچ کس نمیآید کو. از فکرشون نمیگردن. من گفتم ولی گوش نمیکنن.
майлаш ризо ин тар бошад то боздид. вай ту дуо хондан мехостӣ? дуо мехондам дигар дафъа. ҳозир баромада фаромадан мушкил аст. иншоалло дафъаи оянда. то боздид. то боздид раҷаб. гӯш мекунам раҷаб. ба саваш нарав. дар хонаи ман во мехӯрем. ту девонаӣ? чиҳо мегӯӣ? дар саваш одам буд. ба он ҷо кӣ меравад? ман ба хонаат намеравам. ҷонакам, як рӯятро медидам, ба номи худо туро ёд кардам. бо ёди ту бимирам. майлаш, вале ним соат. фират ки муқобил буд ба ӯ хабар надодем. аз олмон баргаштам, пас фаҳмид. рӯзи таваллуди борон кай аст? чӣ кор мекунӣ? донистан мехоҳам. соли 96 таваллуд шуд, 11 март. баъд аз 3 моҳи гум кардани фарзанди ман таваллуд шудааст. ман дар он ҷо бо ғами фарзандам будам. ҳаммо мурод бошанд дар ин ҷо хушбахт буданд. ташаккури зиёд, қадрия хонум. абру дар ин ҷо аз куҷо заргар меёбем? намедонам, аз ягон кас мепурсем. ада? уф, туро дида хеле хурсанд шудам. аз шиносоӣ хеле шодам. манам бисёр шодам. ада? ту чӣ мекоби, ада? айнакамро мекобам. уф, ада, ҳоло вақти ҳамин аст магар? шуд, бия акнун аз ин ҷо равем. севим, мо бояд ҳар чӣ зудтар ба Истанбул баргардем, вале вазъиятро ту медонӣ. бояд як муддати кӯтоҳ дар ягон ҷо истем. ту ба ёдам омадӣ. абдулхонум, ёрӣ додам мехостам, вале дар ҷои корам хуб меравам. ба ин ҷо барнагардед. дар он ҷо ақаллан хона доред. фарзандҳоятон дар баратон. ту чиҳо мегӯӣ, севим? тамоми инро фаҳмида чӣ тавр дар ин ҷо меистам? мефаҳмам, абрухонум, вале ҳеҷ кор карда наметавонам. шуд, севим, худам ҳал мекунам. абрухонум, як дақиқа. абрухонум.
осим бачаҷонам рӯзгар меравад. наравад. рӯзгар рафиқи ман аст. ای نوری چشمانم تو روی من چی کار میکنم؟ من میمیرم. ҳазору ҳаштсаду чил лира мефурӯшем. майлаш. инҳоро аз куҷо гирифтед? аз они модарам. бисёр хуб. модаркалонам ба модарам тӯҳфа карданд. баъд ба шумо чӣ? маҷбур шудем мефурӯшем. бошад. шумо ҳам ҳисоб кунед. лозим не, барори кор рафтем. то боздид. ойша борон ту маро ки ҳисоб мекунӣ? мебахшӣ, ман ба ту дод задан намехостам. вале дод задӣ. ойшаҷон, то инҷо барои бахшиш пурсидан омадам. заҳмат кашидӣ. гӯш кун, он духтароне ки ту дидӣ фарзандони падарам аз зани дуюмашон. вале ба ман гуфтӣ ки хоҳарони ту нестанд. чунки ҳамин тавр онҳо хоҳарони ман нестанд. бубахш маро, намедонистам ки ба ту сахт мерасад. акнун ба инҷо меоянд. не ба фикрам. модарашон мехостааст, вале баъд аз воқеаҳои дирӯза дар инҷо намеистанд. дирӯз чӣ шуд ки? аҳамият надеҳ. чой менӯшем? намедонам. биё равем. майлаш. ҷаноб, ба инҷо ҳеҷ кас наомад. ҳаво ҳам бисёр гарм аст. чунон офтоб тафсонда истодааст ки ҳеҷ напурсед. вай, гуфтанӣ будам ҷаноб, ман ҳолу ҳам истам. боз каме исто. чашматро чор бикун. нагурез ки таги по мекунам. шумо парво накунед ҷаноб. паша ҳам беназорати ман намемонад. раҷаб ҳам ҳамин тавр гуфт. чӣ гуфт? дар инҷо ҳеҷ кас намегардад гуфт. дар он ҷо чӣ кор доштааст? ба арвоҳи модаркалонаш дуохонӣ омадааст. худоё. ту то занг задани ман дар он ҷо исто. майлаш. гулакам, хуш омадӣ. ягон кас мебинад гуфта дилам зад. бидон, дигар асло ба инҷо намеоям. ҳеҷ гап нест, ҳеҷ гап нест, ором бош. агар барои маро ба инҷо овардан дурӯғ гуфта бошӣ? тавба гӯ малика, ман чаро ба ту дурӯғ гӯям? намедонам. малика, ба номи худо айб аст охир. биё шин. чӣ менӯшӣ? ман ҳеҷ чиз намехоҳам. намеистам. не, намешавад, намешавад. якум бор ба хонаи ман омадию? биё маро наранҷон. шин дам гир. ман ҳозир меоям. талхаам кафид ки вай мефаҳмад. аз куҷо мефаҳмад? сафсата нагӯ. ба полис хабар медод, медидем ки чидар наметарсидӣ. ҳеҷ чиз нашуд, фурӯхтем. уф, ада тарсида истодаи ҳа.
من هم بیا نکنیم ادا مایا به ایست یک چیز تکرار کرده ایستاده‌ای ولی حس میکنم که گویا یگون چیز روی میدهد پدرم ما را فریب کردند من حاملم و پنج دیرم نداریم باز چی شده میتواند بگو بارون من غیر از خانه خودمون در یگان قهوه خانه دیگر چای ننوشیدم چی طور یعنی؟ اویلای من کمی سخت بودند کمی؟ اپام که با دوست داشتهشان گریختند مرا بد سخت داشتند در اصل اپام هم با پسرها گپ زدنم رو نمیخواهد با پسرها؟ ولی ما یگان کاری بد نمی کنیم کو همین طور ولی من از باوری اپام برآمده نمیخواهم نمیبری پروا نکن این چنین تو غروری او هستی تو بهترین طلبه هستی بغیر از بهترین بودن دیگر راه ندارم اپام روی خاطری من فیدا کرونا رفتار میکنند من باشم به دانشگاه داخل شده حیاتی بهترین را برایشان مهیا میکنم چقدر با یکدیگر نزدیک هستید خواهری همین طور است من این طور گفته نمیخواستم ببخش این طور نگاه نکن قیامت شد با اپای نسرین سر به سر شدند ملکه جان از بحر آن گذر ما کی اویلادور میشویم من هم میخواهم ولی چی طور؟ البته میشود مثل شیر آمده از اکت تو رو خواستگاری میکنم با دایره و سرنه توی میکنیم بعد چی میشود؟ با از بالای تو 3 زنی دیگر میگیرم و خوشبختانه زندگی میکنیم رجب بس شوخی کردم جانکم ولی دستت وزنین بوده است عقلت رو به جا بیار میدونی من پیش مثل تو با یگان دختر وا نخوردم با فکرم با بسیار دختر ها شناسی نه آیشه جان این طور نیست شناس هست ولی تو تماما دیگر هستی یعنی چی طور؟ یعنی آدمی باوریناک هستی با گپت میایستی یک رو هستی از همه بسیار یک رویت را دوست میدارم باوری داری؟ تو هم مثل دیگر بچه های بوی ارکه نیستی ولی کمی بی آدابی زود در میگیری ولی آدمی خوب هستی یعنی با آدمانی خوب مانند هستی از من به تو ضرر نمیرسه ولی من به تو ضرر رسانده میتوانم اگر تو همین طور تنبلیت رو دوام دهی جزایت رو میبینی چیکار کنم مکتب رو دوست نمیدارم بعد آمدنی تو من به مکتب آمدن رو آغاز کردم بسیار خوب است به مکتب میآیم درس میخوانم میخوانم من اکنون روم با کجا؟ باز کمی ایستو؟ کی میدوند باز کی تو رو میبینم؟ رجب بیامون تا دوستت میدارم نگویی نمیمانم میدانی که؟ بگو مثل دیوانه دوست میدارم بگو دوست میدارم رجب کیستید؟ منم کشا پنهان شو
چرا نمیکشویی؟ وای جناب در حاجتخانه بودم. در قهوه خانه حاجتخانه نیست که به خانه میایی. جناب مرا میبخشید ولی در اون راه شدم بالا پایان. من به تو چند بار گفتم که قهوه خانه را پرتافته نرو. احوالم بد بود جناب. بیاید رویم. با کجا؟ بیا با تو کمی صحبت کنیم. در خانه یگان کس هست؟ نه جناب اینها از شب موندگی. از شب انیق انیق. الو مایا دخترم اکنون برگردید. مادر جان وای ما بسیار دور هستیم. در کجا هستید؟ در وای حلفیتی نف، یعنی تا اینجا پیاده آمدیم. بسیار مانده شدیم. حاضر باشه دم گرفته ایستاده ایم. مایلش ولی دم گرفتن پس برگردید. مایا شناسنامه رو بیده. با مادرم صحبت دارم. الو مادر جان شد بعد هم گفته های شما رو رساندم. الو مادر جان خوبه تلفنم کم است. اگر تمام شود پریشان نشوید. آهسته آهسته می آییم. انا خوبه تلفن هم تمام شد. اکنون شناسنامه رو بیده. نامی تو رو گفتم. چرا نامی مرا گفتی؟ وقتی من از خانه گریخته بودم پلیس ها مرا در همه جا جستجو میکردند. میترسم که نامم در یگان جا نباشد. گویا که آدم کشته باشی. چرا اینقدر میترسی؟ نفهمیدم. بیده اخیر من اکنون روم. کمتری دیگر چینیم؟ نه بسیار نشستیم. اگر خواهی تا خانه‌ات با تو میروم. نه من خودم میروم. البته میروی ولی سیر و گشت کنیم گفتم. دفعه دیگر من باید زود روم. مایلش نباشد. میبخشی تا بازدید. امروز در سباش چیکار داشتی؟ ریزا گفت شب در خوابم مادر کلانم رو دیدم. رفته در حقش دعا خوندن خواستم. خدا قبول کند. تشکر جناب. زود به آنجا می روی؟ نه جناب چرا روم؟ در خوابم که دیدم دعا خوندن در کار گفته رفتم. بعد شکمم که درد کرد برگشتم. مایلش یک قهوه تیار کن نوشم. با قهوه خانه رویم جناب. در اونجا تیار میکنم. مرا گوش کن تیار کن که گفتم تیار کن. مایلش این صورت رو 1 سال پیش گرفته بودم. مایلش شما به اون اتاق گذارید تحلیل سپارید. کدام تحلیل؟ من از اون پیشتر گذشته بودم. این طور نمیشود باید سپارید. ولی شتاب دارم زودتر حل کنیم. ما زود امکان نداریم. چی شد؟ یگان مشکلی هست؟ تحلیل میخواهند. در همینجا انتظار میشویم. رفتیم. رجب قهوه من شد. آمدم جناب. مرحمت قهوه. التماس برایید دستر برایید. بردار. کی زنگ میزند؟ یک همخیزمتم. حاضر خوشی با او گپ زدن ندارم. آفرین. فقط شما شاد هستید در این خانه. آفرین بچه های من.
хуш آمدی بچم. تشکر بیبی جان. چی خبر حسین؟ با روزگار بازی دارم. بسیار خوب. فردا او رو نمیابی. دخترها را دیدی؟ من بیزارم از اونها. به خالت یک بار تو هم زنگ بزن. من زنگ زدم نبرداشت، هیچ چیز نفهمیدم. دخترها را خبر میگیرم گفته بر آمده بود نآمد. تو چند تلفن داری؟ 2 تا. چرا؟ به نزدیکی با یک از شر کردیم او تلفنش رو باخت. همین طور از من شد. تو چی گپی داری؟ حالا اسم میبینیم. جناب من چیکار کردم؟ من آمدم. تو در کجا بودی؟ تا این وقت درس می شود؟ شما چی کار میکنید؟ از اینجا می رویم. چی؟ چرا؟ با من وعده داده بودید اکنون دیگر از اینجا نمیکوچم گفته بودید. در همینجا میخونی گفته بودید. مادر جان چرا غمگینید؟ من خوبم پسرم. سرم از درد میکفد. روزگار به نزد من بیا، لباست رو عوض کنیم میرویم. با کجا؟ با استانبول قدریه خانم. نروید دخترم، در آنجا سرسان میشوید. شما پریشان نشوید، ما سرسان نمیشویم. همین که دخترها آمدند میرویم. در اینجا مشتری را در وقتش قبول کردن نمیتوانند. برای اثباتی حمل آمدن ولی دروغ میگوید. شناسنامه‌اش هم از این نیست. عدا زود باید از اینجا رویم. میآیند. چی شده ای سوداست؟ با شناسنامه که شوخه کردن با پلیس خبر دادن. چی ها میگویی؟ زودتر باید از اینجا رویم. میآیند. بلا زند اکنون چی کار میکنیم؟ از ترزه میبرویم. میآید کشو. بلا زند کشو. گریه نکنید بیبی جان. آستین بچه جانم، روزگار میروم. نرود، من او را دوست میدارم. به یتیمیش دلم سوزد یا به گنگیش. بچه من چی گناه دارد؟ چرا گریه میکنید بیبی جان؟ میروید خبر میگیرید؟ برو پسرم، تو دخالت نکن. خدایا من چی کار کنم؟ کسی گوش نمی کند. از قهوه خانه برآمدنت را نفهمم، وگرنه از دستت گرفته به دیگر کس میدیم. فهمیدی؟ فهمیدم جناب، پریشان نشوید. در آنجا کی است؟
در درون کی هست گفتم؟ همش کاری پروردگار است مادر جان. غم نخورید، بینید رنگ و رویتان دیگر شد. همینه کشکی همش دیگر خیل میشد. چی طور میشد مادر؟ این خیل نگوید. حاضرکای مرود ناآرام هستند. روزگار بچه تو مرو پرتافته کجا میروی؟ من به دخترها زنگ زدم ولی آنها دستنار است. به فکرم تلفنشان خاموش است. پیام فرستادم ولی شما به آنها گویید که به ایستگاه بیایند. میگویم چرا اینقدر شتاب دارید؟ شینید، چای نوشید. نه ما میرویم. بیا روزگار. تو مرا یک بار بیبی جان بگو. پدرت مرا پرتافته رفت، تو هم پرتافته نرو. بیبی جان بیبی جان روزگار